همین دنیا دنیای گذرو است. فقط یک کاری ما در همین دنیا میموند که همین نکوکاری، انسانی نقص بودن، انسانی خوب بودن. من میدونم انسانی خوب بودن، انسانی نقص بودن خیلی مشکل است. هزار میکنید که انسانی خوب باشید، لیک شما حرکت میکنن که از قفاتون کورد کتی زنن، از قفاتون غیبت کنن. راهی راست خور و خسش بسیار. حرکت کنیم همین راهی راست انتخاب کنیم، زیرا راهی راست موی شما میبرد بر راستی. میگوید زی راستی زوالی نیست، خاک اگری زر گردد، زی کجی همه بلا بر سرت گردد. باری کج به منزلش نمیرسد، راهی راست انشاءالله رحمون به منزلش میرسد، به روزوی نظم میرسد. برای اوی همیشه حرکت کنیم که راست قول و راستگوی راستجو باشیم. وقتی قیمتی شما نمیگیرم، برادرای عزیز احترامونو خوش میکنم. خواهرای عزیز همین بورا چند قدر میتونید بدلیت کنید، یک سوم دوستم سیستم خیر کنید. خیر برای خودتون، برای روز قیامت، برای روشنایی قبر خودتون. زیرا این همه زیبایی پرتوفته میریم یک گوری تاریک. آنجا ما همین کار خیرمون، نماز و روزه ما نجات میدیم. پوچه و پوچه هم 7 جایی 14 جا اپراسیون خوردگی است و همچنین این پوچه هم من گفتن آمد بیماری قند هم هستم. این اشپریز انسولین وقتی قند بلند میشه و امی کل میکنم، مقصد قند ما بلند شدن نمیمونه، دندونام هم ریخته. مقصد و مرامی من از این نوار به شما همه دوستانی عزیز، هموطنای گرامی قدر، اجاره نشین هستم. اینه جای خوابم، اینجا جای اوقات کنیم، اینجا جاگاه که خودم. و همچنین دوستانی گرامی در همین کوارتیر 1200 سوم میتم. ویلادور هستم، خدا راش که صاحب 3 بچه هستم. کارتام یعنی دوشنبه سیتیم 971 236 336 می باشد. رحیم زاده رحمت الله میبرایه. نمره باریگر تکرار میکنم 971 236 336. التماس میکنم از هر یک و یک شما در این ماهی پرفیض دستگیری کنیم من یک نفر معیوب را، چون که میگویند مردی نبود فیتور در و پای زدن، گر دست فیتور دهی بگیری مردی. واقعی خدا نگهبان تو هر کجایی باشید، دستی من معیوب بگیرین. واقعی خدا حافظ. اگر خیری کنی وقتی سحر کن، غریبان و یتیمان را نظر کن. نظری خدا در پستی، حرکت کن دلی رو نشکستی. برادرای عزیز، هموطنای عزیز، روزتون بخیر و شادی باشد. ماه شریف رمضان مبارک باشد. دهی مغفرت است. خداوند گناههای کرده ما رو مغفرت کند و ما رو به راه راست، به راه صراط المستقیم هدایت کند. اون بندای گمراهش به راه راست این ماه مبارک است، به راه راست هدایت کند. خداوند گناههای کرده ما رو مغفرت کند. باید برادر عزیز در همین ماه مبارک، ماه رمضان، هم برادرمون رحمت الله خرسند کنیم انشاءالله. همین نوار پدلیسه کنید. شاید یک برادر، شاید یک سخاوتمند میبیند که همین برادرمون رحمت الله کمک میرسوند، این هم سببش به ما شما میرسد. برادر عزیز همین دنیا دنیای گذرو است. فقط یک کاری ما در همین دنیا میموند که همین نکوکاری، انسانی نقص بودن، انسانی خوب بودن.
من بدونم انسانی خوب بودن، انسانی نغز بودن خیلی مشکل است. هزار میکنید که انسانی خوب باشید، لیک شما حرکت میکنن که از قفاتون کورد کتی زنن، از قفاتون غیبت کنن. راهی راست خور و خسش بسیار. حرکت کنیم همین راه راست انتخاب کنیم، زیرا راهی راست ما شما میبرد بر راستی. میگوید زی راستی زوالی نیست، خاک اگری زر گردد، زی کجی همه بلا بر سرت گردد. باری کج به منزلش نمیرسد، راهی راست انشاءالله رحمون به منزلش میرسد و روزوی نغز میرسد. برای اوی همیشه حرکت کنیم که راست قول و راستگوی راستجو باشیم. وقتی قیمتی شما نمیگیرم، برادرای عزیز احترامون خوش میکنم. خواهرای عزیز همین بورا چند قدر میتونید بدلیت کنید، یک سوم دو سوم سه سوم خیر کنید. خیر برای خودتون، برای روز قیامت، برای روشنایی قبر خودتون. زیرا این همه زیبایی پرتوفته میریم یک گوری تاریک، آنجا ما همین کار خیرمون نماز و روزمو نجات میدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرای عزیز، هموطنان گرامی قدر و آن نفرانی که خیرخواه هستین، سخاوتمند هستین، صاحب کار هستید، القصه در کجایی هستید، اولا خداوند مهربان در خاندانتون فیض برکت در کسب و کارتون نور و رحمتش رو بریزاند. آمین. من رحیم زاده رحمت الله می باشم، یک نفر هموطن شما، یک نفر دوست شما، یک نفر برادر شما. معیوب گروهی دویم می باشم. پراتیز خطی کرو می گردم، پوچم پراتیزه. اینها چیگسون ایرا میبنده با چیگسو فرو میگم، اصلا به این نمیتونم با چیگسو گشته. پوچم این شوف سست است. پوچ و پوچم افجوی 14 جا پیرت خوردگی است و همچنین این پوچم من گفتن اونا بیماری قندم هستم. اینش پریز اینسولین وقتی قند بلند میشه امی کل میکنم، مقصد قند ما بلند شیدن نمیمونه، دندونام ریخته. مقصد و مرامی من از این نوار به شما همه دوستانی عزیز، هموطنان گرامی قدر، اجاره نشین هستم. اینه جای خوابم، اینجا جای اوقات کنیمه، اینجا جا که خودم. و همچنین دوستانی گرامی در همین کوارتیره 1200 سوم میتم. ویلادور هستم، خدا راش که صاحب 3 بچه هستم. من همین در این ماه بزرگ مقصد ما همین نوار ما همه است که اولا از خداوند طلب دارم و بعد از شما که در این ماه بزرگ دستگیری کنین. من یک نفر معیوبه که مقصد صاحب یک خانه یا سرپناه شوم، چون که اجاره نشین هستم و دعاگویان هستم که خداوند خیرای کردگیتون اولا به درگاهش قبول کند، کم و کاستگیاتون دور کند، مشکلاتتون آسان کند. و زیاد خواهش میکنم در این ماه پر فیض برکت گذشتهاتون رحمت مغفرت کنه الله مهربان. آمین. و التماس دارم از هر یک و یک شما، علل خصوص از کانال فکر شما التماس میکنم که همین ویدیوی مرا بس همه همدیاران، هموطنان، غریبان، همه نفری که مرا تماشا کرده شده است، التماس خواهش میکنم دستگیریم کنید، چون که نیاز به دستگیری شما دارم، نیاز به یک عروبه معیوبی دارم. مقصد نمیتونم پیاده گشته، پوچم درد میکنه.
نمرای کارت هم یعنی دوشنبه سیتیم 971 236 336 می باشه. رحیم زاده رحمت الله میبرویه. نمره باریگر تکرار میکنم 971 236 336. التماس میکنم از هر یک و یک شما در این ماهی پرفیض دستگیری کنیم من یک نفر مایوب را، چون که میگویند مردی نباید فیتور در و پای زدن گر دست فیتور دهی بگیری مردی. واقعی خدا نگهبان تو هر کجایی باشید دستی من این مایوب بگیرین. واقعی خدا حافظ.